الرحیم. خب رسیدیم به قسمت دوم از سیمای هند بنت عتبه، همسر ابوسفیان، مادر امیر معاویه. امیدوارم در قسمت اول همراه ما بوده باشید. یادتون باشه که ما به کجا رسیدیم که این هند همسر ابوسفیان، هند بنت عتبه، در جنگ بدر پدر خودش و برادر خودش و عموش و نزدیکانش از دست داد و گفت تا انتقام نگیرم من آرام نمیشم و گریه نخواهم کرد بعد مردگان خودم و موهاشو چرب نکرد. خودشو همینجوری آشفته و پریشان داشت، ولی آماده بود و دیگران رو تحریک میکرد برای اینکه بتونه چیکار بکنه، انتقام رو از محمد صلی الله علیه و آله بگیره. گفت من گریه هم نخواهم کرد مگر اون روزی که از محمد و یارانش انتقام بگیرم. کشته در برابر کشته. زن قدرتمندی بود، زنی بود که مدیریت میکرد فضا رو و اوضاع و اجتماع رو در اون زمان، تا اینکه بالاخره شعله های جنگ احد رو چیکار کردن؟ برافروخته کردن. بله، زیاد طول نکشید که بالاخره اینها برای جنگ احد آماده شدن تا بتونن انتقام رو از مسلمانان خدا بگیرن، از مسلمانان و اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وسلم بگیرن. زنان قریش هم تعداد زیادی همراه شدن با این سپاه که گفتن که شما ما باید همراهتون بشیم، شما میترسید، ما همراهتون خواهیم شد که ببینیم آیا شما مردانه میجنگید یا نمیجنگید. بس تو اون جنگی که جنگیدید و ول کردید و همه چی رو رها کردید و حالا اومدید به قول معروف میگید که آیا ما تو اون جنگ شکست خوردیم. نه، ما هم همراه شما هستیم، کنار شما هستیم، ببینیم شما چگونه میجنگید و تشویق میکردن. میگه آره شما اگر در اون روز زنها باهاتون همراه بودن چیکار میکردید در جنگ بعد؟ همه زنها رو تسلیم میکردید؟ نه، ما امروز میایم که به خاطر ما هم که شده شما قهرمانانه و مردانه بجنگید تا ما بتونیم بالاخره انتقام رو بگیریم. این زنها اومدن بالاخره همراه شدن که در رأس اینها هند بود. 15 زن از مکه، هر کدوم که در درونش حقد و کینه و انتقام بود همراه شدن. دایره هایی رو به دست گرفتن، دفع هایی رو اصطلاحاً، و دایره میزدند و تشویق میکردن تا بتونن انتقام بگیرن. و ایشون میگفت من باید به هر طریقی شده انتقام خودم رو بگیرم، دیگه جز این راهی نیست. حمزه پدر منو کشته، من باید هر گونه شده انتقام رو بگیرم، راه دیگری وجود نداره. وحشی رو هم بهش وعده داده بود، گفت هر چقدر بخوای آزادت میکنم، دارایی میدم تا بتونی تو حمزه رو بکشی. سپاه مسلمانان و سپاه مشرکین رو در روی هم قرار گرفتن. بالاخره در همون ابتدای جنگ مسلمانان پیروز شدن. جمعیت مسلمانان حدود 700 تا بودش، جمعیت قریشیان حدود 3000 تا. زنها با دایره و دف و طبل و اینها بودن. اشعاری رو هم میخوندن، نحن بنات و طارق، تشویق میکردن با اون صدای زنانه و شعری که دیدید حماسی میخونن، مثل اینا که سینه میزنن. ما دختران فلان هستیم، طارق هستیم و نمشی علی النمارق، ما روی این دوشک ها و بالاخره این بسترها راه میریم، قدم میزنیم. نشون میده ظرافت و زیبایی خودشون. تقبلون عانق، اگه شما در این جنگ ها جنگیدید، مردانه عقب نشینی نکردید، شما رو در آغوش خودمون میگیریم. او تدبرون فارق، اما اگر پشت کردید، در این جنگ شکست خوردید، ما دیگه از شما جدا خواهیم شد. ففراق غیر وامق، اینجا از شما طوری جدا میشیم که دیگه ما سرزنش نمیشیم، دیگه به شما بر نخواهیم گشت به عنوان همسرانتون. این تشویق های حماسی و روحی و اخلاقی و فلان اینها. اما مسلمانان هم خب ذکر خدا رو میکردند و دعا میکردن خداوند پایداری بده به اونها. تعدادی مسلمان رو پیامبر روی اون دره گذاشته بود کماندار که از اون پشت وقت بهشون حمله نشو. بالاخره در همون ابتدای جنگ پیروزی شروع شد. متاسفانه برخی از مسلمانان دچار تخلف شدن و شروع کردن به جمع‌آوری غنایم. اونهایی هم که بالا بودن گفتن خب پس ما هم بریم دنبال جمع‌آوری از غنایم، عقب نمونیم، ما که اینجا چرا ما نگهبان باشیم. این بود که دیگه صحنه جنگ عوض شد و بالاخره مسلمانان در اون جنگ شکست خوردن. نزدیک 70 تن از مسلمانان شهید شدن، همونجوری گفته بودن مثل مثل تقریبا. و حمزه سید الشهدا هم اونجا به شهادت رسید با قدر و حیله‌ای که وحشی از اون بالاخره در کمینش بود که در فرصت مناسب نیزه رو به طرفش پرتاب بکنه. قریشیان خوشحال بودند و پیروز بودند که تونستن انتقام جنگ بدر رو بگیرند و با همین خوشحالی بالاخره اینها وارد صحنه شدند و از جسد این مسلمان ها رو هم تکه و پاره می‌کردند و تا بتونن مثلا انتقام بگیرن مصلح می‌کردن، قطعات گوش و بینی و اینها رو می‌بریدن، سینه ها رو میشکافتن، تا جایی که اینقدر این صحنه وحشت انگیز بود و
ناراحت کننده که ابو سفیان اومد گفت بابا من به اینها نگفتم این کارو بکنم، فرمان هم ندادم، اینها خودشون این رفتار رو انجام دادن. ولی خب دیگه این صحنه‌ای بود که اتفاق افتاده بود. هند حالا اومد بالای یک صخره بلندی که اونجا مشرف بود به همه، با صدای بلند فریاد زد نحن جزیناکم بیوم بدر، امروز ما پاسخ شما رو در پاسخ روز جنگ بدر دادیم. و الحرب بعد الحرب ذات سعر یا سعر، میگفت جنگ بعد از جنگ خود شعله‌ور هست، شعله‌اش روشن هست. ما کان ان عتبلی من صبر، من صبر عتبه اینها رو نداشتم، ولا اخی و عمهی و بکری که از عمو و برادر خودش و طایفه خودش میگه. شفیت یا صدری، من امروز سینه خودم رو شفا دادم. و قضیت نظری، نظر خودم رو وفا کردم. شفیت وحشی میگه منو چیکار کرد؟ شفا داد. علیل صدری، این سینه من رو چیکار کرد؟ سینه منی که معلول بود، در غم اندوه بودم، شفا داد. این حالات رو بیان کنید، تصویر رو داشته باشید. در هر صورت مشرکان همه برگشتن از جنگ احد خوشحال که تونسته بودن انتقام بگیرند و اشعاری هم همینجوری دیگه این از هند نقل شده که گفته که مخمر بگیم زمان طولانی میشه. اما این تا این صحنه رو تصاویر رو داشته باشید. ماجرا که همینجا تموم نمیشه. حکمت الهی، قدرت الهی در اینه. ما از این سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و یاران ایشون باید درس بگیریم. بله، اونچه که تاریخ نقل میکنه اینجاست که هند مسلمان میشه. در زمان فتح مکه، شب قبل از اینکه فتح بشه، ابو سفیان مسلمان میشه و هند هنوز مسلمان نشده. روز بعد میشه، هند به شوهرش میگه منم میخوام مسلمان میشم. میگه تو چرا میخوای مسلمان میشی بعد فتح مکه؟ میگه من تا به حال ندیده بودم کعبه این گونه درش عبادت بشه، درش نماز خونده بشه، سجود، رکوع. از اون لحظه ای که این مسلمانان اومدن، این بت‌ها کنار زده شده از کعبه، یک روح و معنویت دیگری رو میبینم. میگه ابو سفیان گفت خب با زنان دیگه همراه بشو، از فامیلات برو پیش پیامبر تا ایمان بیاری. ایشون بالاخره رفت پیش حضرت عثمان. در یه روایت هست که رفت پیش حضرت عمر، تعدادی از زنها باهاش همراه بودن و اجازه خواست و در نقاب زده بودن اونها طبق اون رسمی که بالاخره زنان عرب در اون موقع داشتن، چون تازه بالاخره اسلام هم آورده بودند و میخواستن اسلام بیارند و بالاخره شرایط پیروزی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود و از طرف خجالت هم میکشید به خاطر کاری که در مورد حمزه کرده بود، انتقام گرفته بود و میترسید پیامبر یه وقتی به یادش بیفته کینه به ورزه انتقام بگیره، امثال اینها. بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که خب این کنار بزن و فلان اینها چیه؟ بعد یا رسول الله الحمدلله الذی اظهر الدین الذی اختاره لنفسه، سپاس خدا را، خودم باسوادی بود که دین خودش رو پیروز کرد، دینی که خدا برای خودش برگزیده بود. لتنفعنی رحمک یا محمد، ما اومدیم تا از صله رحم تو بهره مند بشیم. انی امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله، امروز من زنی هستم که به الله ایمان کامل دارم بدون شرک و خرافات، تصدیق میکنم فرستادی اون رو، محمد رو. حالا ثم کشفت عن نقابها، حالا اینجا دیگه نقابش رو زد کنار و قالت انا هند بنت عتبه، گفت من هند دختر عتبه هستم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت مرحبا بک، خوش اومدی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم واقعا دریای رحمت هست، خداوند چه شانسی داشتن یاران ایشون. بعد گفت یا رسول الله قسم به خدا روی زمین من دوست داشتم تو یاران ذلیل ترین انسان‌های روی زمین باشید، خارترین انسان‌های روی زمین باشید، اما امروز دوست دارم تو یاران تو عزیزترین انسان‌های روی زمین باشید و این آرزوی قلبی منه و تمام تلاشم رو در این راه خواهم کرد. رسول خدا گفت نه، هنوزم اضافه تر، هنوز باید صحبت بشی. بعد پیامبر خدا بر اونها آیاتی از قرآن خوند و با اونها بیعت کرد و بهشون گفت نگاه کنید تو بایعنی علی ان لا تشرکوا بالله شیئا، این اولین شرط اینه، با من باید بیعت کنید که برای خدا هیچ شریکی قرار ندید. هند گفت والله انک لتأخذ علینا امرا، از ما امری رو داری قرار میگیری که ما تأخذ علی الرجال سنؤتیک، که ما بالاخره این کار انجام خواهیم داد، یعنی همون چیزی که از برمردان گرفتی و اون عهد و پیمانی، ما همون عهد و پیمان رو می‌بندیم. بعد پیامبر گفت لا تسرقنا، دزدی هم نباید بکنید. باز هند چی گفت؟ گفت والله ان كنت لاصیب من مال ابی سفیان، هنا مثلا من گاهگاهی از اموال ابو سفیان اندک اندکی برمی داشتم
و ما ادری کان ذالک حلال ام لا، حالا نمیدونم برای من حلال یا نه. ابو سفیان گفت که اونجا خودش اینجا نشسته بود، گفت اون چی که از من بردی اشکال نداره حلاله، چون میگن ابو سفیان کمی سختگیری میکرده و خب ایشون مثلا خب زن قدرتمندی هم بوده برای خودش. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت و انک لهند بنت عتبه، تو بله هند دختر عتبه هست، یعنی شخصیت خیلی خاصی داری، قدرتمندی. گفت بله انا هند بنت عتبه، من هند دختر عتبه هستم. فاعف عما سلف عفا الله عنک، یا رسول الله خدا تو رو ببخشه، از ما هم بگذر هر چی که ما در گذشته انجام دادیم. بعد پیامبر باز گفت ولا تزنینه، حالا که اینجوری بعد زنا هم نکنید، یعنی عمل فاحشه‌ای رو انجام ندید. گفت یا رسول الله هل تزنی الحر، آیا مگه زن حر هم زنا میکنه؟ این نشون میده که زنان حر در قریش دارای منزلت و مکانت خاص خودشون بودن. خیلی چیزها رو گاهی بعضی در تاریخ بد نقل میکنن. بعد پیامبر گفت ولا تقتلن اولادکن، اینم بعد عهد بدید فرزندانتون هم نکشید. گفت یا رسول الله ما این بچه‌هامون کوچیک بودن بزرگشون کردیم، شما روز بدر اینا رو کشتید و فلان اینا. میگه عمر خندید، تا این حرف بزنه عمر خندید. خب تعجب کردید چجوری داره جواب میده اینا. بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت ولا تأتین به بهتان تفترینه، نباید دیگه بعد از شما تهمت بزنید، اون بالاخره نسبت به کسی چیزی در زندگیتون هست. بعد باز هند گفت یا رسول الله این بهتان زدن عمل زشت و ناپسندیه، اصلا نمیشه، از هر کسی بر نمیاد که واقعا انسان آزاده بخواد به هر کسی تهمت بزنه، خدا به ماها رحم بکنه. بعد پیامبر گفت در امور معروف نباید عصیان و نافرمانی بکنید، یعنی امر خدا. بعد ایشون گفت ما جلسنا هذا المجلس ما نحن نريد ان نعصی که فی معروف، ما واسه چی اومدیم تو اینجا؟ ما اومدیم تو این جلسه که از شما پیروی کنیم، نه اینکه باز بخوایم نافرمانی شما رو بکنیم. یا رسول خدا، رسول خدا رو به حضرت عمر کرد، گفت بایعهن و استغفر لهن الله، با اینها بیعت کن و برای اینها طرف خدا طلب بخشش بکن. یعنی حضرت عمر بیعت کرد، خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم خب با زنها دست هم نمیدادن، این حرام و ناجایز با زن غیر محرم کسی بخواد دست بده. در هر صورت دوباره پیامبر خدا ازدواج ایشون رو با ابو سفیان برقرار کرد، چون بالاخره ابو سفیان روز قبل مسلمان شده بود، این حالا مسلمان شد و دیگه ازدواجشون برقرار شد. هند خب شخصیت ممتاز خودش رو حفظ کرد، در تاریخ بعد از اون نشون میده که همون قدری که تلاش کرده بود در قبلش و در بعد از اسلام هم بسیار تلاش کرد تا بتونه محبت پیامبر خدا رو، خدمت به دین رو به دست بیاره و معروف بود خدمات و زحماتی که کشیده. ایشون در جنگ با رومی ها همراه شد، نقش ایشون در این جنگ خیلی ثابت هست که مثلا اینجا نقل شده که حضور داشت، کمک کرد. ابن عساکر نقل میکنه، میگه هند برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، پیامبر در ابته بود و بالاخره با کنیزش دو تا گوسفندی رو کباب کرده بود و با یک مشک آبی چیزی برای پیامبر یا نوشیدنی رو فرستادند و بعد گفت سلام من پیامبر برسونو و بگه پیامبر بین همسرانش اینا نشسته بود و زنان صحابه کسایی که اونجا بودن از قبیله بنی عبدالمطلب و اینا. بعد گفتش که این رو ارباب من براتون فرستاد و معذرت خواهی کرد که چرا که گوسفندای ما کم بودن وگرنه بیشتر میفرستادیم. و پیامبر خدا گفت بارک الله لکم فی غنمکم و اکثر والدتها، خداوند گوسفنداتون بیشتر کنه و بالاخره و اون گوسفندایی هم که میشن به اصطلاح ما بیشتر میزان اونها رو هم بیشتر بکنه. و این خوشحالی بود که میگن بعد از اون اتفاقا خیلی اینها مال و منالشون دارای برکت پیامبر شامل حالشون شده بود. این نگاه رحمت آمیز پیامبر رو باید داشته باشیم تا ما متوجه بشیم که چگونه هست. در مورد هند بعد از این میگم موارد زیادی نقل شده، در تاریخ دیگه فرصت نیست که ایشون بالاخره سخنان حکمت آمیز داره، موارد خاص داره. تا زمان خلافت، در زمانی که عمر معاویه رو میفرسته برای امارت شام، ایشون هم همراه پسرش همراه میشه و حتی به پسرش میگه مادر نگاه کن، هر جایی که این مرد عمر تو رو میفرسته برو، سعی کن در هیچ کاری باش مخالفت نکنی، اکرامش و احترامش شد، حتی اگه مخالفش باشی. به قول ما بگیم با عمر دیگه شوخی نیست. در هر صورت نقل شده که هند همراه پسرش بود، سعی کرد که بالاخره در اون سرزمین کمک بکنه، در جنگ ها بود و موارد خاصی که نقل شده که من اینجا دیگه نمیشه همه موارد بگم، زمان از دست ما رفت و ما نتونستیم بالاخره همه اونجوری که لازم هست براتون نقل بکنیم. اما انشالله در فرصت دیگه سعی خواهم کرد که بیشتر از اون چی که لازمه ما این موارد رو مطرح بکنیم. بالاخره گفتم که ایشون هم در جنگ ها با ابو سفیان هم همسرش همراه شد، در جنگ سرزمین شام با رومی ها و موارد دیگری که
تمام اون چیزی که در زندگی جاهلیت هست دیگه میبینید فراموش میشه و انسان دیگه میشه. این یک حقیقت اسلامه. زندگی اصحاب و یاران رسول خدا و نگاه پیامبر همینه که بعد ما این امروز درک بکنیم، گذشته قبل از اسلام و بعد از اسلام. امیدوارم رحمت الله شامل حال هممون بشه. تا روز دیگه و جلسه دیگه در پناه خدای متعال باشید. خدایار و نگهدارتون باشه.